گول فروشنده رو نخور، گوشی سامسونگ تو گرونتر نخر. بیا با هم بررسیش کنیم. مونتاژهای چین، ویتنام، هند، عرب که البته این مونتاژها بیشتر تو بازار ایران هست و معمولا فروشنده‌ها با همین حربه گوشی رو گرونتر به شما میدن. بیا با هم بررسیش کنیم از لحاظ کارایی، کیفیت، گارانتی و قیمت. کارایی طبق اعلام شرکت سامسونگ گوشی‌ها از لحاظ کارایی فارغ از اینکه تو کدوم کشور تولید شده باشن هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بس کارایی هیچ فرقی نداره. کیفیت تمام قطعات گوشی سامسونگ تو خود کشور کره تولید میشه، فقط مونتاژش تو این کشورها هست. پس تو همین کشورها چه چین، چه ویتنام، چه هند، چه عرب رو خود تولید تمام کارشناسای سامسونگ هستن، نه کارشناسای این کشورها. پس به طور دقیق نظارت دارن که چجوری گوشی سامسونگ تولید میشه. پس تفاوتی از لحاظ کیفیت هم ندارن. گارانتی هم بر اساس استانداردهای خود شرکت کمپانی سامسونگ، یعنی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خود شرکت سامسونگ تصمیم میگیره چی گارانتی داشته باشه. این کشورها دخیل نیستن، پس گارانتی هم تفاوتی نداره. نتیجه گیری ببینید وقتی به تفاوتی تو کارایی، کیفیت، گارانتی و از اساس ظاهری نباشه، خب تو قیمت هم هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. گول فروشنده رو نخورید.